سلام بچه‌ها، به یه ویدیوی دیگه با من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم سراغ محبوب دلها، تونر گلیکولیک اسید 7% برند اوردینری. این تونر جذابی که میبینید، اول اصلا من بگم که این تونر چقدر خاصیت داره. هم حجم خیلی خوبی داره، هم خاصیت داره، هم جزء پرطرفدارترین محصولات اوردینریه. چیزی که جدیداً راجع به این تونر ترند شده این که این تونر خیلی روشن کننده باحالیه، برای نواحی حساسیت نشون نمیده، برای زیر بغل، بیکینی، آرنج، زانو، پوست صورت، برای همه جا به عنوان روشن کننده خیلی خوب میتونید استفاده کنید. علاوه بر خب خاصیت تونرهای دیگر هم داره، منافذ رو حسابی کاهش میده، پاکسازی پوست رو انجام میده، به شدت پوست رو آبرسانی میکنه چون تو جزء ترکیباتش هیالورونیک اسید داره و یکی از چیزهای خیلی خوبی که داره برعکس تونرهای دیگه یه خورده پوست رو کدر میکنه، این روشن هم میکنه. بریم سراغ این که آقا محصولات اوردینری کلا میدونید محصولات خاصیت، محصولاتی هستند که باید 2 دوره استفاده بشه. منتها این محصول برند اوردینری همینجوری که میبینید 240 میل حجمشه، با توجه به سرماش خیلی حجم خوبی داره و بافت و غلظتش هم که میبینید یه غلظت خیلی خوبی داره که میتونید طولانی مدت استفاده کنید. من برام سراغ آنباکس خیلی خوب بهتون نشون بدم. بچه این از خود جعبه تونرشه که باید به این صورت باشه، قشنگ کامل ببینید. دو اینکه باید روی جعبه برند اوردینری حتما بچ کد وارد شده باشه، بچ کد رو داشته باشه. بچ کد برند اوردینری هم که باید روی جعبه باشه، روی محصولش هم باشه. حالا توی سرماش امکان داره زیرش باشه یا دورش باشه، حالا توی تونرش اومده زیرش بچ کد زده، اینش خیلی مهم نیست. یکی از چیزایی که توی تونر اوردینری خیلی باید توجه کنید اینه که اگر پوست حساسی دارید باید مثلا هفته 4 الی 5 بار استفاده کنید. خیلی حساسید و به هر چیزی میزنید پوستتون خارش و التهاب و قرمزی میده. اما نه، اگر پوستتون اوکی معمولیه همینجوری میتونید استفاده کنید، هر روز ازش حتی شده روزی 2 بار استفاده کنید. خب این درش هم که برداشته میشه به این صورت بچه‌ها، این دری که روی خود جعبشه روش جایگزین میشه و با این شما روی پوستتون میریزید دیگه. حالا میتونید روی پوستتون بریزید، توی این پله سکه‌ای ایپک هم میتونید بریزید. یه چیز خیلی باحال راجع به این سرم بهتون بگم که خیلی هم سوال پرسیده بودید. یعنی من امروز داشتم سوالات تونر اوردینری رو نگاه می‌کردم، دیدم سوال اکثرتون همینه. آیا روی لک و جای جوش تاثیر میذاره؟ بهترین چیز برای لک و جای جوش که کم رنگ بشه اینه. بعد یکی از خوبیایی که داره تونر اوردینری رو میتونی با محصولات دیگه‌اش راحت استفاده کنی. یعنی با سرم آبرسانش میتونی استفاده کنی، با آلفا آربوتینش میتونی استفاده کنی. همش هم من قبلا بهتون معرفی کردم، داخل حالا گالریمون هست، میتونید از اونجا نگاه کنید. بعد یکی از چیزای خیلی باحالی که این داره جنسینگه که بچه‌ها این کشسانی پوست و این حالت کشیدگی پوست رو برطرف میکنه، خیلی پوست رو سفت میکنه. از اینش من خیلی خوشم میاد. با توجه به تونرهای دیگه که بخوام مقایسه کنم، مثلا تونر کیلز، تونر پیکسی که جزء تونرهای هم قیمت اینن، میتونم بگم تونر اوردینری رو من خیلی بیشتر نتیجه گرفتم ازش. چرا؟ چون هم با 1 دوره جواب میده، هم اینکه هیچ حساسیتی نشون نمیده، خیلی حس بهتری از مثلا تونرهای دیگه داره. اگرم به بو حساسی ترجیح میدم که من خودم به شخص به بو حساسم، ترجیح میدم از این استفاده کنم، چون خب اون بویی که تونرهای دیگه داره هم باعث سردرد میشه، هم اذیت میکنه، یهو میره آدم صورتشو میشوره. از این نظر بهتون بگم که این محصول هم کاملا گیاهی، تست حیوانی هم نداره اصلا. حالا میخوام یکی دیگه از سوالاتون جواب بدم. یه سوال خیلی مهمی بود که من خیلی خوشم اومد این سوالو پرسیدین. آیا این روی رنگ پوست هم تاثیر میذاره؟ مثلا خب یه سری هستن پوستشون برنزه است، پوستشون بچه‌ها محصولاتی که رنگ پوست رو تغییر میدن اینا داخلشون مواد لایه بردار خیلی شدیدی داره. خب انگار وایتکس پوست میذاره، رنگ خود اصلی پوست تو رو نمیتونه تغییر بده، میتونه روشن کنه یه مقدار، اما نمیتونه یهو از یه پوستی که مثلا کرم پود شماره 4 و 5 میذاره به کرم پود شماره 1 سفید تبدیل کنه. نه، این انتظار رو از این محصولات نداشته باشید بچه‌ها. این لک‌های پوستی رو کامل برطرف می‌کنه، پوستتون کدر شده روشنش می‌کنه، پوستتون لک افتاده اونو برطرف می‌کنه، جای جوشی که لک شده اینا رو برطرف می‌کنه. یکی از چیزای خیلی خوبی که اگر جای جوش فرو رفته دارید اینه که سرم آسکوربیک اسید اوردینری یا پودر آسکوربیک اسید رو میتونید با این استفاده کنید. جای جوش فرو رفته‌تون خیلی خوب برطرف میشه. و در نهایت سوالی که پرسیده بودید و سوالات اینقدر زیاده، ان شاءالله بتونم همه رو بهتون جواب بدم. برای دور چشم هم میشه استفاده کرد. بله عزیزای دلم، برای دور چشم هم میشه استفاده کرد. تیرگی، کدری، لک اینا رو هم برطرف میکنه به همراه سرم کافئینش که مخصوص دور چشم استفاده کنید، خیلی جواب میگیرید. آره.